دوستای عزیز سلام علیکم، وقت بخیر. امیدوارم که صحتمند تندرست باشین. امروز 31 مارت نوبت پوده ایم. این طبیعت هم یک قدر دیونگری داره که هیچ نگفتنی. برف ای آسمان رنگی که میگوی ماه دکبر باشه ریخته ایست. برف های کتا کتا ای برگ چنار دا کلونه. دیگه دوستای عزیز چی گفتنیم که طبیعت کاراش به خودیش ای. هر چیزی که بخواه در قانونش نوشتگی باشه همو خیل میتواش. خلاص این همی تیکه تیکای سفیدی که میبینه ریخته ایسون این همیو برف ای. بعد دیگرش این طرف برف ای، شاهکاری های خداوند ای که او طرف افتاب ای، طرف بولو برف ای. این خیلی همه شیده است. در قدرتات صدقه پروردگار همش در دست خط ای. روزی که به دیولاخم سفر میکردم چیده گلی تارانه بغل میکردم. ای بخشی همو سیاه چشمی تگناوی ای کتل زیلالک تای میکردم. کتل زیلالکش این همی جای. ای بخشی همو سیاه چشمی تگناوی این همی کتل زیلالک تای میکرده است. قدمی به دست اشق توق به دست. کتل زیلالکش هم جایی که بعد در اوجا دم میگیری. ای بخشی همو سیاه چشمی تگناوی کتل زیلالک تای کردگی. دیگه بگیم که ریسک سخت کده. حالی یکون وقت شوه با اوجا را خیلی وقت بر اومدن وقت طلب میکنه. نوبت پوده ایم دیگه با اوجا رفتن نمیتونیم. حالی وقت شوه بعد اوجا برای شما نوار میکنیم. همین دلین تگناوه شما دا نشون میتیم که کتل زیلالک چخیل میتوه. باز دوستای عزیز میریم تماشا میکنیم باغ تغای اولیم تماشا میکنیم که چی خیل مهنت کردگی ای و چی خیل درختو را سبزوندگی ای. اینجا در باغ ای در محکم ای در محکم ای هم میکشویم میریم بعد بو گشته میبیویم میپوشیمش. باغ تغای اولیم یا درخت های بسیار سبز کردگی ای. درخت های بسیار سبز کردگی ای. ولی ای نزدیک میریم میبینیم. تماشابینای عزیز اینجا باشگاه تغای اولیم. یک کراوت دا کت پایه دا بگیم ای کار که فارغ شید دراز میکشه استراحت میکنه. این درختی شاکنگ میگن. درخت شاکنگ ای لیکی بالاش پیوند زدگی ای. با فکرم که امروز ناک همین خیلی
میوه این مردک خوب در اینجا تیفل هم دوره، تیفل هم داشته است. اینجا قوه برق نیست، شاید یکم دویژاگی داشته باشه بیاره یا که یکم چیزی دیگه باشه که خلاص اینا تیفل همه جاش کار میکنه. قربوی چایمونش حاضر میبینیم که در داخلش چی داره. خب نمک اینجا در یک پاکت دیگه در چای قاقه برونا در تر شده است. این را جوش در میگذاریم، جوش در میگذاریمش. این همه خیر در جوش موندیمش. در کتپایه که تغای اولیم فارغ ای کار باری باغ بگیم استراحت میکنه، ما به اجازت درست کشیدگیم. جای خوبه زیر سایه درخت میوه‌دار، شمال ایلاق، بوی میوه عجیب بود. انا اولی که دوستای عزیز بعد استراحت ما یک کم ترخیص در جای تغای اولیم احساس کردیم و یکی مهنتی که تغای اولیم کردگی او را ما احساس کرده نمیتونیم. ولی میریم مهنت تغای اولیم تماشا میکنیم، یک کم تر خوب کنیم. درخت های سیوای بهترین هن. دوستای عزیز مهنتی چند ساله بابای دهقان فکر میکنم که در اینجا نه فقط سیبای، در اینجا درخت های نوک هم هست. این نوک باشه. برادرایی که درخت ها را میشناسین بگین که همین چی نمود درخت های. هیچ شما نفهمیدم راستی گپ نراماده میتوه یا سیوه یا که نوک. خلاص که مهنتی چند ساله یک مردی که در حقیقت بگیم که در اینجا مهنت کردگی های. یعنی همش نیهولن، نیهولای یک ساله دو ساله زردالو با فکرم. اینو یا زردالو هن، درخت های زردالو.
جوابم ندیهده خاکای خنک بر سر خود باد کنمه دوستای عزیز، روزم بگشید، آوازی ما هم دیگه شید. یک گوی کور انیکترش در یک چقوری در اومده است، ره گمزه است، دیگه بر اومده نمیتونم. همه قدر زوره میکنم، ای تای دل زوره میکنم، ای روی دل زوره میکنم، گو نمیفهمه گپا، چشم نداره ببینه. خلاص زوره کردم، آوازو دیگه شید. ولی یک ایده جیانو پیشنهاد کردن، گفتن که عده گوه همین درون چقوری دا میدروریم، بعد عقیب هم میبرویه. بهترین پیشنهاد کردن. بعد دو تا گوه در آوردیم و پروادنیک یا که بگیم راه بلد، بعد عقیب هم و گوه برو آوردیم، گوی کوره. باور کنین یک 25-30 minút همو عقبی گوده میدومیست شرفه پا شنویده است، دیگر همین دیونه شید است گو. یک چوخش رو هم خورد. خلاص برادرای عزیز، روز بگشید، خدا را آوردیم طرف قشلاق. امیدوارم که گوی مردم سالم و سیر به خونه صاحبش بره و برسه. دیگه که برای شما تشکری میکنم، برای تماشای نوارها، برای دستگیری ها، برای لایک ها، برای کامنتاری ها تشکری میکنم. بازم احتیاج داریم برای دستگیری ها، الکه پیشروی ها هست. این دستگیری های شما بود که ما پیشروی ها کردیم، بازم دستگیری کنین، باز نوارهای بهتر خوبتر
پیشنهاد شما میکنیم. ما دیگر خسته هم شدیم. در اینجا به شما خداحافظی میکنیم تا نوارهای آینده در پناه خدا باشین. الله نگهبان شما و ما.